روزتان بخیر بینندگان عزیز. سرخط رویدادها امروز 9 سپتامبر منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. کنسولی سفارت تاجیکستان در روسیه دیروز از بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در صخره مسکو دیدن کرده است. در هفته این بازدید معلوم شده است که فعلا در این مرکز 31 مهاجر تاجیک نگهداری می شوند که برای 29 نفر آنها از جانب نمایندگی دیپلماتی رایگان شهادتنامه بازگشت به وطن تهیه کرده است. برای دو شهروند دیگر که حجت‌های تصدیق کننده شخصیت نداشتند درخواست به مقامات داخلدار جهت معین کردن هویتشان فرستاده شده است. کارمندان سفارت ضمن ملاقات با شهروندان بازداشت گردیده برای در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی‌ها وابسته به بود و باش در روسیه مصلحت‌های حقوقی دادند. بر علاوه به آنها یک مقدار مواد غذایی، لباس و دیگر محصولات مورد نیاز تقدیم شده است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی سرخط رویدادها با تقدیم شما در پیش باز برنامه اخباری آزادی داریم و آنجا نیز منتظرتان هستم. روز خوب و برای کار برایتان.